دوستان من سلام، حالتون چطوره؟ من حمیدم کماکان اینجا موبایلی با یه سری بازی خفن دیگه زیر 200 مگ یه جورایی بازی ساده میشه حسابشون کرد در خدمت شما امشب. آقا اونایی که عشق کانتر هستن، کانتر استریک یا استرکی سری تلفظ میکنن، نظرشون راجع به این چیه؟ فقط هدشات های من انصافا نگاه کنید. من خودم خیلی حال میکنم با کلت هدشات بزنم رفیقم و یا اون اوزگلی که جلوی من نشسته رو. این آی جان، من خودم خیلی حال کردم با این هدشات ها. یعنی موقعم که بازی میکنی فقط هدشات بود که کیف میداد، یعنی برد و باخته خیلی اهمیت نداشت. ببین این دقیقاً داستان چیه؟ داستان اینه که شما بعد از ظهرین، صبحیا دارن تعطیل میشن، شما میخوای برین تو مدرسه، زود اومدی یا اونا دیر تعطیل شدن، یه همچین سبکی داره و بعد بری جلو. یادش بخیر دوران مدرسه. تا الان که دیگه فکر کنم بیشترش آفلاین یا حتی آنلاین برگزار میشه. چش تو چشا رو فقط میبینین، چش تو چش میکنی رد میشی. این هم فضاش فضای کماندوهای آمریکایی که میرن تو عراق و بعد یه نفر نجات بدن. یه نفر دوار زدن، شما واسه برین 4-5 نفر رو بزنین، اون یارو رو بکشین بیارینش پایین. البته مرده ها، جنازه شو. یه انفور دستتون دادن و اونا هم نیروهای آموزش دیدن و واسه بزنینش. این یه ذره بازی سبک اسطوره‌ای طوریه، توی شهری داره میرین کم کم وسایل به دست میارین و ولی این گیم پلیش به نسبت گیم پلی بدی نیست. یه سری حالت این کار شهر تسخیر شده یا یه سری موجودات خاصی هستن که بیشتر شما میبینین، مردم شهر خیلی نمیبینن. اونا رو بعد از بین ببرین شهر، یه ذره انرژیش برگرده به حالت اول. درود به علاقمندان سبک بقا چیه از اون سبک‌ها. اگر خیلی حال میکنین، این خیلی بازی جذابیه. مثلا برف، صدای راه رفتنتون روی برف خیلی طبیعیه، یعنی واقعا انگار داری روی برف راه میری. بعد چه کار باید بکنی؟ آتیش روشن میکنی، درخت قطع میکنی و یه سری امکاناتی دیگه برات گذاشته شده. بعد توسط این علامت زرد رنگ لوزی یا لوزی شکل بهتون نشون میده کجا باید بریم، ولی خب کم کم یه ذره پیچیده میشه. یه ذره تبلیغات این بازیه یه کوچولو فکر میکنم زیاده. مثلا موقعی که بازی میکنی یه ذره یه کوچولو این برنامه تبلیغ میاد، ولی بازم بد نیست به نظر من. اگر مثلا حال میکنین با اینا بازم بد نیست. انصافا تا اینجای ویدیو اومدین لایک یاد نره، یه کامنت بذار بگو مثلا والا با این داستاناتون یا مثلا ایول با این داستاناتون. هر جوری که گذاشتی آدمت گرمه. لایک رو بذار. مرسی.